بله بینندگان عزیز گرامی، کلیپ که خدمتون عرض کردم که پخش میکنیم از آقای قزوینی، کلیپی است که روش دروغ گفتن این آخوند مکار رو نشون میده. همونطوری که بارها گفتیم و متاسفانه تا جایی هم این تبلیغات اینها اثر داشته در بین اهل سنتی که اطلاع ندارن از کتب شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه و همه یعنی امکاناتشون رو بسیج کردن در طول تاریخ که با این عالم بزرگ اسلام مبارزه بکنن، چون که یکی از کتاب‌هایی که ایشون نوشته کتاب منهاج السنه است، کتابی که در رد منهاج الکرامه ابن مطهر حلی نوشت. ابن مطهر حلی یکی از علمای دروغگوی شیعه رافضی بود و بعد از این کتاب رو نوشت شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه در رد کتابش کتاب منهاج السنه رو نوشتن که خاری است در چشم روافض و تا قیامت هم اینها نمیتونن ردی بر این کتاب بنویسن، چون ردی ندارن که بنویسن. در این کلیپ میبینیم که این آخوند مکار و حیله‌گر، من فقط خواهش میکنم از بینندگان عزیز که خوب دقت بکنن به حرفایشون و ببینن که چطور تحریف میکنه، چطور تلبیس میکنه، چطور دروغ میگه و چطور بعد استنباط میکنه از این نصوص، بعد تهمت میزنه به مخالفین. چون که بارها گفتیم در مذهب اینا تهمت و دروغ بستن به مخالفین عبادت محسوب میشه. تنها مذهبی که فحش دادن، دروغ گفتن، تهمت زدن، به مخالفین غیبتشون کردن، این جز فضائل اعمال هست، مذهب شیعه اثناعشری است و انشالله از کتابای خودشون قبلا هم نشون دادیم و باز هم نشون خواهیم داد که چطور اینها میان و این تهمت ها و اهانت ها رو میکنن و نیتشون هم عبادت است. این کلیپ رو با هم ببینیم. الجزء السادس. آقا تصور کردی جوان عزیز سنی تشریف بردید شما کتابخانه، خلاصه قفسه ها را گشتی، این کتاب را پیدا کردی، جلد ششم پیدا کردی. ببینید اینجا در صفحه 303 ببینید عبارت ابن تیمیه چی عزیز دل من. ما که این دیگه ما که ننوشتیم، ما هم که چاپ نکردیم، تحقیق هم ما نکردیم. این کتاب برای شما عرض کنم در عربستان سعودی چاپ شده، در 9 جلدم هست. دکتر محمد رشاد سالمم تحقیق کرده از علمای بزرگ اهل سنت. ایشون میاد میگه آقا و اصل المذهب، ریشه مذهب کاری به شیعه هم نداره. اینجا خوب دقت بکنید، اول اومد جوانان اهل سنت، یعنی خودشو میخواد دلسوز اهل سنت و دلسوز جوانان اهل سنت جلوه بده. بعد اینجا هم خیلی با مکارگی میگه که کاری هم که به شیعه نداره. خوب دقت بکنید، میگه کاری هم به شیعه نداره. کمی برمیگردیم دوباره بشنوید. ریشه مذهب کاری به شیعه هم نداره، نمیگه مذهب شیعه، مذهب اباضی، کل مذهب. انما ابتدعه زنادقه منافقون. اصلا اصل مذهب را بنیانگذارش ملحدین، زندیق ها و منافقین بودن. مرادشون هم فاسد کردن دین اسلام بوده. بابا اصلا شما مذهب شیعه رو استثناء کنید، زیدی را استثناء کنید، اسماعیلی رو استثناء کنید. آقا بفرمایید، آقای جوان حنفی بفرمایید این حرف آقای ابن تیمیه است نسبت به شما، نسبت به امام اعظم ابو حنیفه.
جوان عزیز شافعی، این حرف ابن تیمیه است نسبت به امام شافعی. جوان مالکی، این حرف ابن تیمیه است نسبت به امام مالک. جوان حنبلی، این حرف ابن تیمیه است نسبت به احمد ابن حنبل. میگه اصل المذهب انما ابتدعه زنادقة منافقون. خب حکم منافق چیه؟ و قاتل الکفار و المنافقین. ببینید که این دایه مهربانتر از مادر، جوانان عزیز حنفی، جوانان عزیز شافعی، جوانان عزیز مالکی، جوانان عزیز حنبلی، انگار که اینها همه برادرخوانده ایشون هستن، این جوانان اهل سنت، و ایشون هم دیگه دایه مهربانتر از مادر شده و داره برای اینا اشک تمساح میریزه. بعدش هم بعد اینکه متن خوند دیگه الان میاد استنباط میکنه که بله اینها شما رو کافر میدونن، منافق میدونن. بعد آیاتی رو میخونه که ما اصلا بعضی از این آیات در قرآن نداریم. این قرآنی که پیش امام زمانشون هست حتما درون است. علی کل حال ببینید خیلی بعد از این حرفای بعد از این که میزنه خیلی جالبه. حکم زندیق چی؟ و قاتلوا ائمة الکفر یا و قاتل الکفار، برای شما عرض کنم کافتن. خب ببینید اینجا میاد حکم درست میکنه و به دنبال این حکم هم فتوای قتل صادر میکنه. شما خیال میکنی اینهایی که الان دارن در یمن، خب این جمعیتی که کشتن نزدیک، برای شما عرض کنم به قول 7000 چقدر جمعیت در یمن کشتن، اینها آیا از این 10,000 یا 8,000 جمعیت اینها 500 نفر شیعه بوده؟ میگه در اینجا فتوا صادر میکنه. اولا کسی نیست به این آخوند کودن بگه که این کتاب منهاج السنه کتاب فتوا نیست، کتاب ردی است بر شیعه رافضی اثناعشری، بر دروغ‌هایی که علمای شیعه بستن. این کتاب ردی است بر دروغ‌های اینا. ثانیاً اینجا فتوا صادر نمیکنه. کتاب فتواش کتاب جداگانه ای است، مجموعه فتاوای شیخ الاسلام ابن تیمیه، که در اونجا در مورد مسائل فقهی و فتاوا و این چیزا صحبت میکنه. بعد الان میره سراغ یمن که بله در اونجا 7000 8000، اول میگه 7 و بعد میگه 8 و بعد میگه 10 کشتن و بر اساس همین فتاوا کشتن. ادامه کلیپ رو ببینید. کریم 1000 نفر شیعه، آیا این 5 یا 6000 سنی که کشتن اینها گناهشون چه بوده؟ اینهایی که الان نزدیک 70 80 تا مدرسه را ویران کردن، نزدیک 30 تا 40 تا بیمارستان رو ویران کردن، آخه این در کدام دینی، در کدام مذهبه؟ حتی بیمارستان های برای شما عرض کنم بدون این کلاشو حمامشو ببخشید، همیشه که این جلو عقب کرد بدونید که از شاه دروغای قزوینی رو داره میگه. یعنی دروغای خیلی گنده و بزرگش رو که ما گرفتیم، یکی از علاماتش این است که دوستانمون بخش پژوهش و پیگیری هر موقعی که دیدن که این قزوینی اصلا گاهی اوقات صدا رو نگاه نمی‌کنن، دیدن که کلاشو عمامه‌شو جلو عقب کرد، میگن که حتما بگیرید که اینجا دروغ گفته. اینجا یکی از همین حرکات رو انجام میده. دوستان اگر دقت بکنن مذهبه، حتی بیمارستان های برای شما عرض کنم بدون مرز را که اصلا اینها رفتن اونجا برای مداوای مجروحین، بیچاره ها، بدبخت ها، خب اینها را برداشتن، اینها نابود کردن. آخه اینها به چه همین فتوا. آقا هر کس وهابی نباشد کافره، هر کس وهابی نباشد منافقه، هر کس وهابی نباشد زندیقه، هر کس وهابی نباشد این مفسد دین هست. ببینید میگه که فتوا صادر کرده که هر کس وهابی نباشد کافر است، زندیق است، منافق است، مفسد دین است. داره دروغ میگه. این انسان وقیح و این انسان دروغگو، یعنی سنگ پای قزوین، وقتی که به قزوینی بگیم، به خاطر قزوینی توهین است به سنگ پای قزوین. این آقا میاد میگه که بله گفتن که ابن تیمیه گفته که هر کس وهابی نباشه کافر است و زندیق است و منافق است و دینو میخواد نابود بکنه. من نمیدونم این
انسانی که بوی از شرف و انسانیت نبرده چطور میخوابه شبها؟ یکی از دوستان که در استودیو ایشون حضور داشت میگه که در جریان برنامه بهش آمپول میزنن از بس که فشارش میره بالا و وضعیتش خراب میشه. شاید هم این گرفتار این بیماری ها شده به خاطر همین عذاب وجدانی که اگر وجدانی داشته باشه. ادامه کلیپ رو ببینید. هر منافقه، هر کس وهابی نباشه زندگی، هر کس وهابی نباشد این مفسد دین هست، باید این بابا نابود بشه. بله. این از این کلیپ این آقا. حالا شما عزیزان کلیپ رو دیدید و شاید کسایی که ابن تیمیه رو نشناسن و از کتب ایشون اطلاعی نداشته باشن شاید فکر بکنن که حتما همچین چیزی در کتاب ایشون وجود داره، همچین حرفی رو زده. حالا بیاییم ببینیم که حقیقت چی است. من کتاب منهاج السنه رو آوردم اینجا. احمد جان اگر این کتاب رو نشون بدید. این کتاب منهاج السنه است في نقص كلام الشيعة القدرية لابن تيمية أبي العباس تقي الدين أحمد ابن عبد الحليم، تحقیق دکتر محمد رشاد سالم. در این کتاب و اینم صفحه بعدش همونطوری که ایشون گفت این کتاب در دارالفضیله در عربستان سعودی چاپ شده. در اینجا و میریم سراغ همین مطلبی که ایشون نشون داد. و اصل المذهب انما ابتدعه زنادقة منافقون مرادهم افساد دین الاسلام. این مطلب رو خوند، گفت که منظور ابن تیمیه در اینجا جلد 6 صفحه 303 و در این چاپ صفحه 697 است و گفت که منظور ابن تیمیه در اینجا کی است؟ احناف هست، حنفی ها، حنبلی ها، شافعی ها، مالکی ها و اهل سنت. میام یک کمی به یک صفحه قبل از این برمیگردیم. در این فصل قال الرافضی، اصل این کتاب همونطوری که قبلا هم خدمتتون عرض کردم در رد شیعیان رافضی نوشته شده، در رد دروغ‌هایی که علمای اینها میگن. شیعه رافضی گفت، اینجا شیعه رافضی که گفت این رو نقل میکنه از کتاب منهاج الکرامه و قد ذکر الشهرستانی و هو من اشد المتعصبین علی الامامیه. یک روایتی رو که شهرستانی ذکر کرده، این رافضی ابن مطهر حلی در کتابش آورده. شیخ الاسلام ابن تیمیه میاد همین مطلب رو، قال الرافضی، یعنی همین رافضی ابن مطهر حلی گفت که شهرستانی این مطلب رو آورده. بعد از اون در اینجا الجواب، بعد از اینکه مطلب رو میاره الجواب میاد به این پاسخ میده. پاسخش تا اینجا هست، پاراگراف اول، دوم و سوم و تا این صفحه 697. این عبارت رو که من اینجا نشاندهی کردم دقت بکنید. و نحن اذا كنا قد بينا كذب كثير مما ينقله هذا الرافضي، و ما در این کتاب بیان کردیم دروغ‌های فراوانی رو که این رافضی، یعنی همین شیعه رافضی ابن مطهر حلی نقل میکنه. بعد در مورد بقیه علما میگه که علمای اهل سنت و غیر از روافض که اونها تعمداً دروغ نمیگفتن، نه شهرستانی نه غیر شهرستانی. اما در مورد شیعیان میاد در
پاراگراف بعدی در مورد علمای شیعه چی میگه؟ ولیس فی الطوائف اکثر تکذیبا بالصدق و تصدیقا بالکذب من الرافضه. و در بین همه طوائف یا مذاهب و گروه ها که بگردید هیچ گروهی رو نمیابید غیر از رافضه که حرفهای راست رو تکذیب میکنن، سخنان راست رو تکذیب میکنن و سخنان دروغ رو تصدیق میکنن. فان رؤوس مذهبهم، زیرا که سران مذهب اینها، مذهب کی؟ مذهب روافض، و ائمه الذین ابتدعوه، و همون ائمه‌ای که مثل مجلسی و کلینی و مفید و مضر و جزایری و اینا، و ائمه الذین ابتدعوه و اسسوه، کسانی که این بدعت رافضه‌گری رو ایجاد کردن و این دین باطل رو اساس گذاشتن، پایه گذاشتن، کانو بودند منافقین زنادقه، منافقین زندیق بودند، کسایی که پایه‌گذاران مذهب رافضه‌گری بودند. در اینجا ببینید که کلمه منافقین و زنادقه به کیا گفته شده؟ به علمای شیعه رافضی. کما ذکر ذلک عن غیر واحد من اهل العلم، چنان که این مطلب از تعداد زیادی از اهل علم روایت شده. بعد میاد میگه و هذا ظاهر لمن تأمله، و این آشکار است برای کسی که در این مورد بیاندیشه، فکر بکنه. به خلاف قول الخوارج، به خلاف سخنان خوارج، فانه کان عن جهل به تأویل القرآن، یعنی خوارج رؤوسشون منافقین و زنادقه نبودن، دروغ نمی گفتن. یک از صفات روافضی خوارج این بود که دروغ نمی گفتن. و مشکلشون چی بود؟ جهلشون در تأویل قرآن بود، چنان که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمة الله در اینجا ذکر میکنه. و غلو فی تعظیم الذنوب، و مشکل خوارج چی بود؟ که یعنی گناه رو، خیلی گناهی که مثلا سبب کفر نمیشد، سبب خارج شدن از دین نمیشد، اینو خیلی بزرگش میکردن و به سبب این گناه مردم رو تکفیر میکردن. شیخ الاسلام در اینجا میگه که به خلاف خوارج که یعنی دروغ نمیگفتن و مشکلشان جهل در تعویل قرآن بود و غلو در تعظیم، در بزرگداشت گناه رو خیلی براشون بزرگ بود و کسی که گناه میکرد اونو تکفیر میکردن. و کذالک قول الوعیدیه، وعیدیه که گروهی از خوارج هستن، و القدریه کان عن تعظیم الذنوب، مشکل اونام در تعظیم گناه بود، یعنی انسان گناهکار رو تکفیر میکردن. و کذالک قول المرجئه، مرجئه این گونه بودن، کان اصل مقصودهم نفی التکفیر عمن صدق الرسل، مرجئه مشکلشون این بود و به خاطر نفی تکفیر این کار رو کردن، این تعبیرهای اشتباهی که داشتن. و لهذا، و به همین دلیل، رؤوس المذاهب التي ابتدعوها لم يقل احد انهم زنادقه منافقون، به خاطر همین رؤوس این مذاهب، ببینید که شیخ الاسلام ابن تیمیه میاد خوارج و مرجئه و قدریه و اینها رو میگه که رؤوس مذاهب اینها منافق و زندیق نبودن، به خلاف روافض که در اینجا گفت رؤوس مذهب و ائمه الذين ابتدعوه و اسسوه كانوا منافقین و زنادقه. رؤوس مذهب روافض منافقین و زنادقه بودن، ولکن دیگر مذاهبی که در اینجا ذکر شده رؤوس اینها کسی نگفته که زندیق و منافق بودن. کسی که اینقدر احتیاط میکنه به خوارج و به مرجئه و به قدریه نمیگه که زندیق و منافق، بعد میاد به حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی میگه که زندیق و منافق. اما چی کار میشه کرد؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اگر کسی شرم و حیا نداره هر چی دلش میخواد بکنه. این آخوندا که شرم و حیا ندارن، دروغ گفتن و تهمت زدن هم که براشون عبادته.
در اینجا چی میگه؟ ولهذا رؤوس المذاهب التي ابتدعوها لم يقل احد انهم زنادقه منافقون. رؤوس این مذاهبی که ذکر شد کسی نگفته که اونا زندیق و منافق بودن، به خلاف الرافضه، برعکس شیعیان رافضی، فان رؤوسهم كانوا كذلك، برعکس رؤوس این مذاهب، رؤوس رافضه چی بودن؟ زندیق و منافق بودن. بعد اینجا در مورد خوارج و قدری و جهمی و اینا میاد میگه، بعد از اون میاد میگه که و اصل المذهب، مثل آیت الله بخونم اینو، و اصل المذهب انما ابتدعوه زنادقة منافقون مرادهم افساد دین الاسلام. این آخوند احمق بی سواد نمیدونه که در اینجا وقتی که الف و لام اومد، این الف و لام عهد است، یعنی برمیگرده به اصل مطلب. اصل مطلب در مورد کیه؟ در مورد رافضیه، در مورد مذهب روافض است، در مورد رؤوس و کسانی که ساختن این مذهب رو که اونا زندیق هستن و منافق هستن. این الف و لام المذهب در اینجا، خب این احمقا که بلد نیستن قرآن بخونن، بلد نیستن یک متن عربی رو درست ترجمه بکنن، شما میخواید که این چیزا رو بلد باشن؟ این قزوینی دروغگو مکار هیلگر در اینجا یک جمله رو گرفت از اینجا و دیگه بله شافعی و مالکی و حنبلی و حنفی و دایه مهربانتر از مادر برای جوانان اهل سنت شد. و در اینجا و اصل المذهب که میگه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه، برمیگرده به اصل مطلب. اصل مطلب چی است؟ و قال الرافضی که در این صفحه نشون دادیم در اینجا، و یا که در اینجا میگه که و ائمه الذين ابتدعوه و اسسوه كانوا منافقین زنادقه. و اصل المذهب اینجا برمیگرده به اصل مذهب رافضه‌گری، اصل مذهب شیعه اثنا عشری. انما ابتدعوا زنادقه منافقون مرادهم افساد دین الاسلام، که اصل مذهب رافضه‌گری رو کسانی که ایجاد کردن زندیقا و منافقین بودن و هدفشون افساد دین اسلام است. این اصل مطلبی است که در کتاب منهاج السنه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در مورد روافض اومده بود. و این آخونده بگیم بی سواد، چون واقعا اگر سواد می داشت و ما قبل و ما بعد این مطلب رو میخوند، شاید اینطوری اگر میفهمید، چون سخنان شیخ الاسلام رحمه الله خیلی از سطح این آخونده خیلی بالاست. یعنی اگر این قزوینی 100 سال دیگه هم نان بینمک بخوره در حوزه علمی قم، نمیتونه یک صفحه از کتاب منهاج السنه رو درست حسابی به فارسی ترجمه بکنه. اما هدف چی است؟ هدف دور کردن مسلمانان از اصل دین است. کتاب منهاج السنه شیخ الاسلام ابن تیمیه تو خونه همه کسا که نیست. من همین کلیپ رو که دوستان دادن تعجب کردم. همین کلیپ در بعضی از صفحات تاجیکی، در بعضی از صفحات افغانی گذاشته بودن که بله ببینید که ابن تیمیه چیکار کرده، زندیق و منافق گفته به مذاهب اربعه اهل سنت. این گونه است که اینها در بین اهل سنت اختلاف میندازن. این گونه است که میان مطلبی رو به دروغ ترجمه میکنن، تلبیس میکنن، خیانت میکنن تا یکی از علمای اهل سنت رو بدنام بکنن. من یک مطلبی رو خدمتتون عرض بکنم که واقعا جالب است. در مجموعه فتاوای شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه، فقط یک سرچ کوتاهی اگر بزنید در کتاب مجموعه الفتاوا بزنید، بیش از 400 مورد اتفاق ائمه اربعه اهل سنت رو ایشون در مجموعه فتاوای خودش ذکر میکنه. کسی که اونا رو زندیق و منافق بدون این کارو میکنه. ایشون در شرح حدیث نزول شیخ الاسلام ابن تیمیه، اگر این مطلب رو احمد جان اگر که نشون بدی این قسمت رو، در مورد یکی از شبهاتی که مطرح میشه میاد میگه که فهذا ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قاله احد من السلف. این مطلب نه در کتاب الله هست
و نه در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است و نه هیچ یک از علمای سلف این مطلب رو ذکر کردن. لا من الصحابه، نه از صحابه، ولا من التابعین لهم به احسان، نه کسانانی که به نیکی از آنها متابعت کردند، ولا الائمه الاربعه و امثالهم من ائمه المسلمین، و نه امامان چهارگانه یعنی امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل و امام اعظم، و نه از ائمه چهارگانه و نه از مانند آنها از دیگر امامان مسلمین این مطلب ذکر نشده. در مطلب دیگر در مجموع فتاوا در جلد 7 در صفحه 402 ایشون میگه که من رحمت الله به عباد المسلمین، از رحمت الله به بندگان مسلمانش این است که ان الائمه الذين لهم في الامه لسان صدق، امامانی که نام نیک در میان امت دارن. اینو کی میگه؟ اینو ابن تیمیه میگه که امامانی که در دین در بین امت نام نیک دارن. حالا این امامان رو معرفی میکنه مثل مانند الائمه الاربع، مانند امامان چهارگانه. امامان چهارگانه کیا هستن؟ امام احمد است، امام مالک است، امام شافعی است و امام ابو حنیفه است و غیرهم، و غیر از آنها کمالک و ثوری و الاوزاعی و لیث بن سعد و الشافعی و کالشافعی و احمد و اسحاق و ابی عبید و ابی حنیفه و ابی یوسف و محمد. این دوتا ابی یوسف و امام محمد از شاگردان امام ابو حنیفه هستند. کانوا ینکرون علی اهل الکلام من الجهمیه قولهم فی القرآن والایمان و صفات الرب. و این امامان بزرگوار مانند لیث بن سعد و شافعی و احمد و اسحاق و ابو عبید و ابو حنیفه و ابو یوسف و محمد مخالف اقوال جهمیه در مسئله قرآن و ایمان و صفات پروردگار بودند. این رأی شیخ الاسلام ابن تیمیه است در مورد امامان اربعه که اونا را از ائمه مسلمین میدونه. و این آخوند زندیق منافق میاد میگه که در این مطلب منظور ابن تیمیه حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی بوده. همونطوری که ما قبلا در مورد امام بخاری تحدی کرده بودیم و کشتن خودشون رو در این 1 سال گذشته که بیان و اینو جواب بدن، باز هم تحدی میکنیم و من میدونم که خیلی خوششون میاد از این تحدی های شبکه وصال حق، که اگر قزوینی، اگر تو حرامزاده نیستی، اگر تو واقعا پدر و مادر داری، اگر واقعا تو آیت الله و دکتر هستی، اگر تو واقعا عالم علم رجال هستی، بیا و این مطلب را از منهاج السنه نشون بده و جواب ما رو بده. اگه به اندازی یک جو غیرت داری و من میدونم که نداری، اگر میداشتی این گونه وقیحانه دروغ نمیگفتی، بیا این مطلب را از اول تا آخرش بخون و بگو که در کجا گفته فتوا داده ابن تیمیه که ابو حنیفه و شافعی و مالک و احمد بن حنبل اینا زنادقه و منافقون هستن. در کجا گفته؟ هر کی رم دوست داری به نمایندگی از خودت تعیین بکن. از این مخنثایی که دور و برت هستن مانند شریفی و رضوی و نمیدونم مومنزاده و اینا، هر کی رو دوست داری، یه تون برنامه‌هاتون مثل روستایی و نمیدونم بقیه، هر کی رو دوست داری تعیین بکن که جواب اینو بده. چون ما یقین داریم که تو دروغ میگی به خاطر فریب دادن اهل سنت، به خاطر فریب دادن شیعیان. این بود کلیپی که از این آخوند مکار حیله‌گر دوستان تهیه کرده بودن.